ما بچه ها لیست داریم. لیست های ما یا unordered HTML لیستن یا ordered HTML لیستن. order یعنی شماره داره 1 2 3 4. unordered یعنی بالت داره شماره نداره و این توی تستاتون میاد. حالا اینجا رو ببینیم، بریم اینو یه تست با هم دیگه بزنیم. ببین بچه ها اومده گفته کافی و تی و میلک و unordered گرفته. با چه اومده اول یه لیست ایجاد کرده منتها unordered لیسته، بعد گزینه هاشو داده. اما اینجا که خواسته کافی و تی و میلک رو دوباره بنویسه گفته این دفعه order لیست، یعنی این دوتا تگ خیلی مهمه و تو کنکور میاد، unordered لیست و order لیست. فرقشون با هم چیه؟ این unordered ها بالت میذارن و این order ها شماره میذارن. فقط باید همینو بنویسی و تو تستاتون هم فکر کنم بود دیدی که اگه بخوای لیست شماره دار میگه تگ مربوط ایجاد لیست شماره دار کدوم یک از گزینه‌های زیره. خب این order لیست میشه. مثلا شدین که خودتون هم میتونید اینجا گزینه‌هاشو باز تغییر بدید. و بعد اومده گفته اینها unordered لیست تگشه و اینجا هم که المانای توی این لیست رو میذاریم. unordered list start with unordered list tag. each list item starts with the list tag. میگه لیست بدون شماره رو بالت دار رو با این ایجاد کن، محتواشو با لیست بده. اوکی؟ و برایش لیست شماره دارم میگه از order لیست استفاده کن. پس این دوتا تگ رو گرفتیم. بله؟ و اما بچه ها این سلکت تگی که الان توی PHP خوندیم و ندیده بودیمش، کار نکرده بودیم، اول اینو بریم خروجیشو ببینیم قرار نمایش چی بهمون بده و حالا بریم برگردیم ببینیم کداش چیه چجوری اجرا میشه. اینجا رو نگاه کنید میگه چوز کار. بچه 3 تا 4 تا ماشین داره. مثلا اوپل رو میزنم میبینید، آدی رو میزنم، نمیدونم ولوو رو میزنم، حالا سابمیت رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ میاد میگه ماشینی که انتخاب کردی ولووه. پس مسئله چی بود؟ مسئله این بود که یه لیستی اینجا ایجاد کرد، یه سلکتوری ایجاد کرد و من هر کدوم انتخاب کردم عادی و سابمیت رو زدم، نتیجه و خروجی برای من چی اومد؟ اون ماشینی که انتخاب کردم، اون المانی که از لیست برداشتم برای من حالا چاپ شد. فقط میخواد تو لیست رو بشناسی. لیست که منظور همین کادر سلکت بهش میگه. خب بریم ببینیم دستوراش چیه بچه ها. اینجا نگاه کنیم. دراپ داون لیست رو با چی بسازیم؟ با چه تگی بسازیم؟ با تگ سلکت. پس اگه بهتون گفتن دراپ داون لیست با 4 تا آپشن، خب پس هر کدوم از اون المانایی که توی یه لیست میذاریم اسمش آپشنای اون لیسته. اونجا که گفتیم رد گرین بلو، آپشناش چی بودن؟ رد گرین بلو بودن. اینجا که داریم میگیم نمیدونم ولوو آدی فلان، آپشناش اینا، نام ماشینا. و اما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که بیا بگو چوز کار، یه ماشین انتخاب کن. یه لیبل زدیم گفتیم بیا چوز کار یه ماشین انتخاب کن. و با استفاده از تگ سلکت اومدیم یه سلکتور باکس گذاشتیم. گفتیم اولا که اسم آیدیش چیه؟ کار. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ بهش مقدار دادیم. گفتیم آپشن ولیو ولوو، آپشن ولیو نمیدونم ساب، آپشن ولیو مرسدس و الی آخر، آپشن ولیو آدی. خب و آپشن رو بستیم و سلکت رو بستیم. تستش کردیم. اومد چیکار کرد؟ اومد مقدار داد. هر کدوم از مقدارم صدا کردیم نمایش داد. اینجا اومده میگه برای ایجاد یه دراپ داون لیست از تگ سلکت استفاده میشه و معمولا توی فرما ازش استفاده میشه که برای اینکه کاربر بتونه بین یه سری از دیتاها یکیشو انتخاب کنه. خب از اتریبیوت نیم برای صدا زدن محتوای اون آپشنی که انتخاب کردیم استفاده میشه و اتریبیوت آیدی هم
با یه لیبل میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. بعد میگه تگ آپشن میره توی تگ سلکت برای دسترسی به محتوای این دراپ دانه. درست شد؟ چه بروزرهایی پشتیبانیش میکنن؟ همه بروزرها. و یه سری اتریبیوت داره، اوتو فوکس داره، دیزیبل داره، فرم داره، مالتیپل داره که اینا حالا چون دیگه تو کتاب نگفته کاری باش نداریم، ولی قشنگ و جالب اگه نگاهی بهش بندازید. و این هم همون مثالی که اون اول زد. ماشین انتخاب کرد و الی آخر.